با عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما دانش آموزای عزیزم که دارین ویدیوهای پکیجای آموزش زبان بنده رو تماشا می‌فرمایید. بنده شرفی در خدمت شما. بچه‌ها امروز قراره از بیس استارت رو بزنیم. ما توی این پکیج قراره آموزش گرامر و اون پارت در واقع یادگیری آرایه‌های زبان رو به اصطلاح اون پارت مهم گرامر رو داشته باشیم، یادش بگیریم به طور کامل از بیس، از صفر، از حروف الفا و الفبت استارتش رو بزنیم تا برسیم به بحث پارت مکالمه و کانورسیشن و در واقع بتونیم در نهایت این دوتا رو با هم دیگه گره بزنیم و انشالله که بتونیم در طول این پکیج، در طول این دوره‌ای که در واقع با هم دیگه هستیم به راحتی، به در واقع خوبی و به طرز خیلی روانی بتونیم در واقع انگلیسی رو صحبت بکنیم. مهمترین فاکتوری که در واقع ما دنبالش هستیم اینه که حرف زدن رو یاد بگیریم، ارتباط برقرار کردن با مردم رو یاد بگیریم. توی سناریوهایی مثل خرید کردن، استخدام شدن، نمیدونم هر مورد و موضوع دیگه رو بتونیم پسش بر بیایم. این بسیار بسیار توی طول این پکیج و دوره برای ما مهمه. یه نکته خیلی ریزی هم بگم و استارتش رو بزنیم. بچه به عقیده من بد استارت زدن بهتر از هیچ وقت استارت نزدنه. این خیلی مهمه. ما یه موقعی هستش که شاید دست با شکسته حرف بزنیم، شاید به تته پته بیفتیم، با استرس صحبت بکنیم، زبونمون بگیره اونطوری که باید و شاید خوب حرف نزنیم، ولی این خیلی بهتره تا از ترس این قضیه هیچ وقت شروع نکنیم به حرف زدن. مکالمه زبان، کانورسیشن زبان، حرف زدن اصلا اسمش روشه. باید این زبانه، این دهنه باز بشه، به جنبش بیفته که بتونی شما در نهایت 10 بارم که شده آزمون و خطا داشته باشی، 20 بار شده، 99 بار شده، تا بار 100م بتونی در نهایت اونطوری که دوست داری، اون لهجه‌ای که دوست داری، اون اکسنت و اون در واقع گویشی که مد نظرت رو بهش برسی. پس ازت خواهش میکنم وقتی میگم جمله بنویس، توی دانش آموز، وقتی دوستان مشاور از شما جمله میخوان، با خطا، با اشتباه، ولی بنویس. من از تو میخوام که 5 تا بنویسی، تو 50 تا بنویس. ازت میخوام فلان چیزو توی خونه وقتی داری ویدیو رو تماشا میکنی، حالا پای گوشیت، سرفیس، تبلت، چه میدونم لپتاپ، پی سی، کامپیوتر، پای تیوی منزلت، هر جا که هستش، وقتی داری تماشا میکنی، وقتی ازت میگم آقا دانش آموز، آقای دانش آموز، خانم دانش آموز، این جمله رو تکرار بکن، با اشتباه هم که شده تکرار بکن، با صدای بلندم که شده تکرار بکن. چه میدونم توی مترو نشستی، توی اتوبوسی، توی اسنپی، تو خیابون داره راه میری، توی منزلت هستی، تو هر شرایطی که هستی تکرار بکن. شده به اشتباه، شده به غلط، این چون در نهایت کمک توی دانش آموز میکنه. این خطاه، این اشتباه، وقتی آقا ساده ترین و بارزترین مثالی که تمام ما انسان ها، مرد و زن هم نداره، تجربهش کردیم، به عنوان یک کودک خواهم همون لحظه اول که بلند نمیشه رو پاش اینطوری بدو بکنه که قاعدتا اینطوری تاتی تاتی میکنه، بعد یه بزرگتر دستشو بگیره، دوبار میخوره زمین، پاش کج میشه، فلان میشه، بیسار میشه، هی آروم 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 تا تبدیل میشه به یه آدم بزرگسالی که چه میدونم فلان مسیر رو مثلا در طول چند ثانیه فقط میدوه. پس مطمئن باشین این زمین خوردن اون کودکه که در طول سالیان سال در نهایت تبدیل میشه به دونده دو میدانی مثلا. پس این مستمر جلو رفتنه، هی خطا کردن و یاد گرفتن، خطا کردن و یاد گرفتن به شما قراره خیلی کمک بکنه. خیلی مخلصیم. بریم استارت درس رو بزنیم. بچه‌ها اولین مسئله‌ای که توی زبان انگلیسی حائز اهمیت حروف الفبا یا همون الفبت ما هستش. اگر این پارتو بلدی، 0 تا 100 خیال تخته بزن جلو، ولی ایستادن و تماشا کردن و نگاه کردنش خالی از لطف نیست. خب اولین حرف هست A. من هم کپیتالشو می نویسم یعنی بزرگشو، هم اسمالشو می نویسم یعنی کوچیکشو. اوکی؟ A.
B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. بسیار همالی. خب همین اول کار شاید دقت کرده باشین 3 تا حرف اصولاً بچه ها اشتباه تلفظ میکنن. یکی این حرفه، من هایلایتش میکنم. W ما نداریم. نه دا W اصلا ما چیزی به اسم دبل نداریم. خیلی مواقع مثلا بچه‌هایی که اهل قهوه هستن مثلا میگه یه دبل شات یا فلان یا دبل نداریم. دابل. مورد دوم این حرفه بچه‌ها به اشتباه به ما یاد دادن این حرف X خونده میشه. ما تو ریاضیات تو خیلی از موارد دیگه مثلا دستگاه کنسولی داریم به اسم X باکس. X اشتباهه. X تلفظ X هستش. و در آخر این کلمه، هرچند این کلمه رو چه زد بگی چه زی بگی درسته. بریتیش انگلیسی‌ها عادت دارن میگن زد، امریکن میگه زی. و ما چون روی تمرکزمون روی تلفظ امریکن هستش و اکسنت امریکن هستش که هم در واقع یادگیریش خیلی راحت تره و آموزشش رساتر و بهتر هستش، پس ما رو بدیم روی تلفظ امریکن. ولی اگه یه موقع زد شنیدی یا زدم گفتی اشکالی نداره، اوکیه، ولی زی قشنگ تره. پس بچه ها روی این 3 تا حرف که خیلی ها به اشتباه تلفظ میکنن خوب دقت بکنید. W تکرار کن با من، تکرار کن 100 بار بگو، استوب کن فیلمو 10 بار تکرارش بکن، ارزششو داره. W X and Z یا Z. بسیار هم عالی. بچه ها اگر دقت بکنید توی امر نوشتار یه سری از این در واقع حروف الفبا شکل کپیتال و یا بزرگش و از اون طرف شکل اسمال یا کوچیکش با همدیگه کپ همدیگه است. هیچ تفاوتی نمیبینی، فقط توی سایز و توی ابعاد و توی اندازه یه ذره فرق میکنن. مثلا کلمه سی رو نگاه کنین، K O P، همین X W V و S. حالا با یک کوچولو ارفاق M. اگر دقت بکنین 3 تا 6 تا و 3 تا 9 تا، این 9 تا حرف و البته با زی هم در نظر بگیریم این 10 تا حرف عملاً از شکل نوشتار برای بچه‌هایی که حروف الفبا و هنوز نوشتنشو بلد نیستن بدونن که آقا این 6 تا کپ هم دیگه است. C و K و M و O و P، S و V و W و X و Z. این در واقع 10 تا حرف کپ هم دیگه نوشته میشه. حرف بزرگ رو نگاه کن، توی اسمال توی کوچیک فقط یه ذره از لحاظ ابعاد و سایز کوچیکتر شده، یه ذره کوچیکتر شده. بسیار هم عالی. خب
نکته خاص دیگری نمیمونه، پس ما این 10 تا حرف رو مد نظر داریم. من یه ذره از تخته فقط فاصله بگیرم، شما حروف الفبا رو خوب دقت بفرمایید. این 10 تا حرف عملاً شکل نوشتاری بزرگ و کوچیکش کپ هم دیگه است، تفاوتی نداره. و روی یه سری حرف هم بچه‌ها باید دقت بکنیم. مثلا نگاه کنین حرف Q رو نگاه کنین، کوچیکشو هایلایت کردم. از این برم حرف G رو هم نگاه کنین، کوچیکشو یه ذره شبیه هم دیگه است، یعنی دسته فرق میکنه. توی Q میاد پایین میره این و توی G میاد پایین میره اینطوری، یعنی سمت راست و چپ دارن. اینو دیگه یه ذره توی تمرین و تکرار دستتون میادش. یک بار دیگه با هم دیگه کل حروف الفبا رو بخونیم. A، حتما با من توی خونه تکرار کن. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. بسیار هم عالی. خب امیدوارم که در واقع این مطلب براتون جا افتاده باشه. بعد از پارت الفبت یا همون الفبا ما میریم سراغ رنگ ها. ما داریم کاملا چیزهای بیسیک و ابتدایی رو یاد میگیریم، از صفر، از قدم اول، از همون تاتی تاتیه داریم میایم با هم دیگه بالا. هیچ عجله‌ای توی کار نیست، میخوایم در نهایت کار تمیز در بیادش. بچه‌ها توی بحث کالرز یا رنگ ها یه سری رنگ های بیس و پایه باید اینا رو بلد باشیم، چاره ای نیستش، هیچ گریزی نیست. خب بریم سراغش. رنگ های مثل آبی، قرمز، سبز، زرد، صورتی، بنفش، قهوه‌ای، سیاه و سفید. یه نارنجی هم ما داشته باشیم. خب فکر کنم رنگ های مهم رو ما نوشتیم. بله. خب این 10 تا رنگ جزو ما اصطلاحاً بهش میگیم رنگای بیسیک، رنگای اصلی، رنگای ایمپورتنت و مهم. خب این رنگ ها رو که یاد بگیریم بعدش یه نکته خیلی جالب و جذابی داره که بهتون میگم. خب ما طیف رنگ هامون بسیار زیاده دیگه، سراغ اونا هم میریم، نگران نباشید. بچه‌ها اونایی که میدونین بگین توی خونه، حتما قبل از من اصلا شده ویدیو رو استاپ کن، یه بار توی کاغذ دیکته این کلمات رو بنویس، ببین آیا اون املا و اون نگارش و اون دیکته با اون چیزی که من قراره الان پای تخته بنویسم فرق میکنه نمیکنه. شما درست مینویسی، تو کدوما اشتباه داری و اشتباهات حتما تمرین و تکرار بکن چند بار توی خونه برای خودت. بچه آبی میشه چی؟ میشه blue. blue. قرمز میشه red. red. سبز میشه green. green. زرد میشه yellow، مثل hello yellow. نارنجی میشه orange، مثل پرتقال orange. پرتقال هم میشه orange. orange مثل آرنج دست orange. صورتی میشه pink. pink. بنفش میشه purple. purple. قهوه‌ای میشه brown. brown. سیاه میشه black. black. و سفیدم میشه white. white. بسیار هم عالی. یک بار دیگه تکرارش بکنیم. آبی blue، قرمز red، سبز green، زرد yellow، نارنجی orange. اورنج نخونی یا orange. صورتی pink. بنفش
purple. قهوه‌ای brown. براون، براون نخونش، سعی کن بهوره و بچسبونی به هم، با هم تلفظش کنی. براون. سیاه black و سفید white. یه نکته خیلی مهم، شاید توی محیط و فضا و بستر اینستاگرام، توی یوتیوب یا جاهای دیگه دیده باشی یه استادی میگه که آقا فارسیه یه کلمه رو ننویس. حالت تلفظش رو منظورمه. به شدت اشتباهه. به نظر من حتما فارسی رو بنویسیم. حتما وقتی که این ویدیو رو داری میبینید دفتر، کاغذ جلو دستت و قلم و شروع کن به نوت برداری. بچه ها شما ویدیو تماشا نمی کنین، فیلم نمیبینین، یه شبکه ماهواره یا تلویزیونی نمیبینین، شما دارین در واقع درس میبینین، درس رو دارین تماشا میکنین. فرض بفرمایید سر کلاس درسین، حالا یا توی مدرسه یا توی دانشگاه یا توی آموزشگاهی. سر کلاس درس اولین چیزی که ابزاری که با خود میبری دفتر و قلمته. پس حتما و هنگام تماشای این ویدیو دفتر و قلم جلوی دستت باشه. جزوه برداری کن، نوت برداری کن. یه لحظه من بزنم بچه‌ها صفحه قبل حروف الفبا رو بنویس، جزوه‌شو بردار، یادداشتش بکن. برگردیم صفحه خودمون، رنگ ها رو دونه به دونه یادداشتش بکن. در نهایت نوشتن خودش پروسه یادگیریه، دیدن خودش پروسه یادگیریه، داری میبینی، گوش کردن یادگیریه، داری گوش میدی، دمت هم گرم، ولی یادداشت برداری کن، نوت برداری بکن، جزوه برداری بکن و توی جزوه تلفظ بنویس. ببین همین کلمه نارنجی که خیلی‌ها به اشتباه اورنج میخونن، تلفظ فارسیشو عین من یادداشت کن. نگاه کن، آرنج، آرنج، همینطوری فارسی نوشتم. یا ممکنه بنفشو یادت بره، پرپل بود، پرپل بود، چی بود، بیا فارسیشو بنویس، پر پل، پر پل. اینا فارسیشو من اینجا برات نوشتم. این فارسی نوشتنه 5 سال دیگه هم جزوه‌تو باز کنی تلفظشو میبینی. نه نیازه توی چت جی پی تی بزنی، نه توی گوگل ترنسلیت بزنی ببینی تلفظ چی میگه، نه از کسی بپرسی. فقط کافیه جزوه‌تو یه نگاه بندازی، هر کلمه‌ای که فکر می‌کنی سخته و تو مخیه برات، همینطوری فارسیشو بنویس. آقا مثلا شاید رد رو یادم بره، بذار فارسیشو بنویسم، رد. اوکی؟ پس این شکلی در واقع شما میتونی رنگ ها رو یاد بگیری. خب بریم سراغ ادامه داستان. بچه توی ادامه داستان ما میگیم خب آقای شرفی ما خیلی رنگ داریم، رنگا بسیار زیاده. بله درسته، مخصوصا و ماشاءالله شما خانوما، یعنی انقدر رنگ طیف رنگیتون وسیع و گسترده است که ما آقایون نهایتا همین 10 تا رو ساپورت میکنیم، جز همینم بعضیشو به زور. ولی آقا نمیدونم سفید صدفی و چه میدونم صورتی کالباسی و یشمی و آبی نفتی و خیلی رنگای دیگه. خب سخته، زیاده، شاید تو مخ من نره، یادم نمونه این همه کلمه رو، یادم نمونه که آقا مثلا نیوی میشه چی، گری میشه چی، مثلا میشه خاکستری و خیلی کلمات دیگر. اوکی، به جای اینکه مثلا من برم سبز نگینی رو حفظ بکنم، سبز لجنی رو برم حفظ بکنم که رنگش هست، انگلیسیش هم موجوده، و هزاران هزار لغت به دایره لغات هم اضافه کنم که هیچ جا قرار نیست به دردم بخوره و مفید باشه، میام از یک کلک، یک قلق استفاده میکنم. چیه آقای شرفی؟ بریم سراغش، بریم ببینیم داستان این چیه. خب با رنگ سبز بریم جلو. بچه ها توی بحث رنگ ها، جهت حفظ طیف رنگی، طیف گسترده رنگی، من میرم سراغ این قلق. تمام رنگ ها یا روشنن که در عین حال میشه گفت کمرنگ هم هستن، یا تیرن که در عین حال میشه گفت پررنگ هم هستن. درسته؟ یا روشن اون رنگ، یا در واقع کمرنگه، یا تیره است خیلی پررنگ و غلیظه. اگر روشن باشه میگیم
light و اگر تیره باشه میگیم dark. خب آقا این کجای جمله میشینه؟ کجای جمله میشینه؟ نکته قبل از رنگ می آید. تمام. عذرخواهی میکنم. قبل از رنگ میاد. خب یعنی چی؟ یعنی وقتی میخوای مثلا بگی بنفش تیره، ما یاد گرفتیم بنفش میشه چی؟ بگو سریع. مرسی. پرپل. پرپل. تیره هم یاد گرفتم دارک. دارک. ترکیب کنم بنفش تیره قبل از رنگ میاد دارک پرپل. تموم شده رفت. به همین راحتی. یه لحظه صفحه رو تو ذهنت داشته باش. یه چند ثانیه صبر میکنه. این رنگ هامون شد. این ورم تیره و روشنمون شد. خب بریم صفحه بعد. بچه ها همینو بذار بنویسیم. بنفش تیره. گفتیم اون تیره یا پررنگم میشه گفتش. قبل از رنگ اصلی من میشینه. پس میشه دارک. حالا رنگ اصلی من چی بود؟ بنفش. پرپل. به همین راحتی. به جای اینکه من برم آبی نفتی رو حفظ کنم، آقا ممکنه 4 وقت دیگه از ذهنم بپره. چه کاریه؟ آبی نفتی یه جوری همون آبی پررنگ و تیره است دیگه، درسته؟ تموم شد. پررنگ و تیره دارک. اون پررنگ و تیرش میشه چی؟ دارک. آبیه میشه چی؟ رنگه میشه چی؟ بگو بلو. تموم شد. دارک بلو. به همین راحتی. It's dark blue. یا مثلا میخوام برم آقا مثلا زرد عقدی زرد قناری رو مثلا حفظ کنم. خب این کلمه شاید یادم بره یا اصلا ندونم چیه. میرم زرد کمرنگ رو مثلا حفظ میکنم یا زرد روشن. میشه لایت روشن یا کمرنگ لایت و زرد هم میشه یلو. به همین راحتی. لایت یلو. پس در نهایت من میام از این قلق و روش استفاده میکنم. فقط نگاه کن با 10 تا رنگ اصلی که البته شاید همش هم رنگ‌های اصلی به حساب نیادش، خیلیش ترکیب باشن، ولی با این چند تا رنگ 6 7 فکر کنم 7 تا ما رنگ اصلی داریم. اگر دوستای هنرمندی که دارن ویدیو رو تماشا میکنن نمیدونم حرف منو تایید بکنن یا نه، دوستان نقاش که بهتر از بنده میدونن، ولی خب حالا خلاصه متناسب با همون تعداد رنگ‌های اصلی 7 تاست 10 تاست، متناسب با اونها ما فقط کافیه برای روشن و تیره از این قلق و کلک در واقع استفاده بکنیم. میایم به این شکل اون قسمت در واقع تیره و روشن بودنش رو قبل از رنگ مد نظر می نویسیم و بعدش اون رنگ رو در واقع بهش اضافه می نماییم. بسیار هم عالی. امیدوارم مبحث دوم و رنگ ها هم براتون در واقع جا افتاده باشه. یک بار دیگه میخوام تلفظش رو بگم. لطفاً یه بار استاپ بکن ویدیو رو قبل از من از تخته فاصله گرفتم که خودت ببینی تخته رو. قبل از من تو تلفظ رو بگو. مطمئنم درست میگی. مطمئنم توی دانش آموز انقدر باهوش و حرفه‌ای هستی که پسش برمیای. بریم. آبی blue، قرمز red، سبز green، زرد yellow، نارنجی orange، صورتی pink، بنفش purple، قهوه‌ای brown، سیاه black، سفید white و روشن و کمرنگ light و تیره و پررنگ dark که قبل از این رنگ ها میاد. حالا بگو قهوه‌ای پررنگ dark brown. آفرین داره دستت میاد. قرمز روشن سری light red. آفرین. خب پس مبحث اول حروف الفبا، مبحث دوم رنگ ها و حالا مبحث سوم چی داریم؟ به 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 به.
خب ما یه گلوی تازه کردیم، بریم سراغ ادامه کار. بچه توی مبحث سوم ما میخوایم اعداد رو یاد بگیریم. متاسفانه من همیشه سر کلاسام گفتم آموزشگاه‌های زبان جهت جلوگیری از امر ورشکستگیشون میان هی توی کلاسا آب قاطی میکنن. بچه‌هایی که منو میشناسن میدونن من ید طولایی توی آموزشگاه‌های زبان متفاوت سطح کشور دارم. حالا شاید توی این پکیج ها مناسب نباشه من اسم خاصی رو بیارم، ولی هر آموزشگاه مطرحی که شما توی کشور بشناسید رو من 1-2 سال توش تدریس کردم. شاید بگم توی بهترین شعباتش، حتی تو سراسر تهران و کرج. در نهایت تو به عنوان معلم، یک تیچر، یک دبیر موظف هستی که هی طولش بدی، هی زمان صرف کنی برای چیزی که ارزش زمان صرف کردن رو نداره. بله یه سری گرامرها و قواعد هستن که سختن، باید تو وقت بذاری، حل بکنی، یادش بگیری، بالا پایینش کنی، هی باش ور بری. ولی یه سری قواعد نیستن این شکلی، ارزش نداره انقدر طولش بده. من شاگرد داشتم میگه آقای شرفی من الان شاید ترم 5مه 4مه، یعنی 2 سال 3 ساله دارم میرم و در طول این 1-2 سال مثلا من بلدم تا 99 بشمارم، یعنی هنوز 3 رقمی 4 رقمی و بالاتر از اون بلد نیستم. خب این شرم‌آوره برای دانش آموزی که بخواد زبان رو بلد باشه. شمارش اعداد واجبه. گفتم اول ویدیو دارم چیزای بیسیک رو کار میکنم. وقتی میخوای بگی آقا ادعا کنی من یک زبانی رو بلدم، تو باید حروف الفباشو بلد باشی، اعدادشو بلد باشی، رنگ‌هاشو بشناسی، درسته؟ فایل ها و کننده های کارشو بشناسی که میره مباحث بعدی درسمون. پس ما میخوایم در طول زمان بسیار کم، بسیار کم، شاید در طول نیم ساعت آینده، از عدد 0 تا 9999 رو یاد بگیریم. اوکی؟ تا لب مرز میلیون برسیم. بریم ببینیم داستانش از چه قراره. خب از عدد 0 تا تقریبا 12-13 متاسفانه حفظیه. میدونم خیلیاتون بلدین، یک بار دیگه مرورش بکنیم. 0 میشه 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بسیار عالی. خب پس یک بار دیگه 0 شد 0 0. شاید 0 رو خیلی ها بلد نباشن، من نوشتم 0 میشه 0 1 یعنی 1 2 2 3 3. 3 رو حق نداری 3 بخونی چون تی و اچ کنار همه بگی با این لفظ تلفظ کنم، نه 3. 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 و در آخر 10 میشه 10. من این 9 رو یه ذره قشنگترش کنم، این اینطوری بهترش. خب بچه این اعداده، بریم سراغ ادامهش. 11 رو حواست باشه، خیلی ها به اشتباه میگن 11. نه 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 نه، اشتباهه. 11 11 11. انگلیسیش هم برات می نویسم 11. بریم ادامه. 12 12 12 و 13 13 13. از اینجا به بعد دیگه اون کلکه میاد وسط، اون حفظ سریع میاد وسط. خب یک بار دیگه 11 شد 11 11 12 12 12 13 13 13. بسیار عالی. خب یک بار دیگه از اول تلفظ کنیم. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. مرسی، عالی شما.
بچه 14 تا 19 خیلی ساده است. چرا؟ 14 رو نگاه کن. 4 چی بود؟ 4. یه تین بذار بعدش. 14. 15 خیلی شبیه 5. 5 مگه نمیشد 5؟ 15 میشه 15. 15. دوباره 16 6 میشه 6. 16. همشون آخرشون یه تین داره میگیره. 17 17. 18 18 و 19 19. تمام شد و رفت. به همین راحتی و سادگی و خوشگلی همشون آخرشون یه دونه تین خوشگل میگیره. اینها من هایلایتش میکنم برات دانش آموز عزیز. خوب نگاه کن. یه دونه تین میگیره آخرش. همون عدده. فقط تو آخرش یه دونه تین بذار و کارو جمع کن. ببین 4 رو نگاه کن. 4 تو یه تین بذار میشه 14. 14. 5 یه ذره شبیشه 5. 15 میشه 15. 6 6 16. 7 7 17. 17 8 8 18. 18 9 میشه 9. 19 میشه 19. یه دونه تین میگیره. حالا بنابر اینه که این تینای آخر چرا داره میاد؟ به خاطر اینکه سن تینیجریه، سن نوجوان بودنه. اوکی؟ تینیجری، نوجوان بودن سنیه که توی ادبیات زبان انگلیسی از 14 تا 19 سالگی تعریف شده. برای همین آخرش یه دونه تین دارن میذارن. بسیار هم عالی. اینم یه نکته جذاب و باحال. بریم ادامش. کم که نیوردی. تازه شروع شده ماجرا. بچه‌ها این 20 و 30 و 40 و 50 و 60 و 70 و 80 و آخریش هم 90 دقیقاً طبق همین قاعده میره جلو. دقیقاً طبق همین قانون میره جلو. یعنی چی های شرفی؟ نگاه کن. این 20 استثناءه. 20 میشه چی؟ 20. البته ما یه ذره با غلظت میخوایم تلفظش کنیم. بگیم 20. اینطوری خوشگل تره. ولی حالا فعلا اون تلفظه رو میذارم آخر سر. 20. حالا از 30 به بعد دوباره میشه بیس این اعداد. نگاه کن. 3 میشه چی؟ 3. 30 میشه 30. حالا آخر همشون میخواد یه دونه تی بگیره. 4 میشد 4. 40 میشه 40. 5 میشد 5. 50 میشه 50. 6 میشد 6. 60 میشه 60. 7 میشد 7. 70 میشه 70. 8 میشد 8. 80 میشه 80. 9 میشد 9. 90 هم میشه 90. بسیار هم عالی. بچه ها بریم اینجا رو هم یه دونه هایلایت بکنیم. آخر اینجا همشون داره یه دونه تی میگیره. اگر قبلی ها تین میگرفت اینجا تی میگیره. اوکی؟ حالا اینجا عدد سمت راست رو دیدیم. اینجا عدد سمت چپ رو ببین. شبیه عدد بیسش خونده میشه. چقدر شبیه قبلی شد؟ یک بار دیگه مرورش بکنیم. بچه ها 0 شد 0. 1 شد 1. 11 میشه 11. 2 میشه 2. 12 میشه 12. 12 میشه 12. 20 میشه 20. 3 میشه 3. 13 میشه 13. 30 میشه 30. 4 میشه 4. 14 میشه تینیجر. یاد باشه نوجوان تینیجر. 14. 40 میشه 40. حواست باشه. اینجا نگاه کن. تلفظ رو من بنویسم اشتباه نکنی. اینو میخونم تین. اینو میخونم تی.
14 با 40 فرق داره. 14 14 40 40. خب 5 میشد 5 15 میشه 15 50 میشه 50 6 میشد 6 16 میشه 16 60 میشه 60 7 میشد 7 17 میشه 17 70 میشه 70 8 میشد 8 18 میشه 18 80 میشه 80 و در آخر 9 میشه 9 19 میشه 19 90 میشه 90 به همین راحتی. 10 هم که میشد 10. خب حالا گفتم اینا یه تلفظ غلیظ‌تر داره، یه ذره امریکنش میکنه، خوشگلش میکنه ها. بیا خوشگلش بکنیم. 20 رو میگن 20 خیلی مهمه بچه‌ای که میخوان غلیظ صحبت کنن. 20 40 رو میگن به جای 40 میگن 40 یعنی تیه داره صدای دی میده. 40 70 رو میگن 70 80 رو میگن 80. همین 4 تا هست. این 4 تا رو یه ذره متفاوت تلفظ میکنن. پس به جای 20 بگیم 20. به جای 40 بگیم 40. به جای 70 بگیم 70 و به جای 80 بگیم 80. 20 40 70 80. 20 30 40 50 60 70 80 90. آفرین، چقدر خوشگل‌تر شد. خب حالا آقای شرفی اعداد ما خورده داره دیگه. بله آقا، دعوا نداریم که خورده داره، مشکلی نداره. خب بیایم خوردهش یاد بگیریم. مثلا 45 خورده است دیگه. بچه‌ها بذار رنگ زرد رو ننویسم، حس میکنم که یه ذره توی دید اذیتتون بکنه. بذاریم با یه رنگ دیگه بریم. با چی بریم جلو؟ نارنجی رو خیلی تحویلش نکردیم، بنده خدا اعصابش خورد شده. با نارنجی میریم. 45 عدد خوردته. باش. بازی ریاضی بکنیم یکم، بریم تو فاز ریاضی. مگر 45 یه 40 تا نرفته؟ بله. مگر یه 5 تا نرفته جلو؟ بله. که ترکیبش شده 45. بله درست. خب 40 چی یاد گرفتی؟ بگو سری. 4 شد 4. 14 میشه 14. 40 میشه 40 یا غلیظ 40. بسیار عمالی. 40. 5 چی یاد گرفتی؟ 0 1 2 3 4 5. تموم شد. 45. میخوای غلیظ تلفظ کنی؟ دمت هم گرم، هوا تو دارم. 45. آها، دیدی چقدر خوشگل شد؟ چقدر کنارم خوب نشست. خب بریم عدد بعدی. آقای شرفی بگو مثلا آقا 78. باشه داداش میگم، من از چی میترسونی؟ 70 به علاوه 8 مگر 78 رو تشکیل نمیده؟ بله. 70 ما چی یاد گرفتیم؟ آها 7 بود 7. 17 میشه 17. 70 میشه 70. خب 70 70 یا میخوای غلیظ تلفظش کنی بکن 70. 8 میشه چی؟ 8. آها 78 یا غلیظ 78. مرسی دمت گرم. عدد بعدی رو میخوام خودت تو خونه بگی یا من حال و حوصله‌شو ندارم، باید خودت بگی. برو 96 رو بگو بهم. استاپ کن ویدیو رو، مطمئنم درست میگی. خب استاپ شد، گفتی، نوشتی، دمت گرم. 96 بازی ریاضی 90 به علاوه 6 میشه 96. 90 تا 96 تموم شد و رفت. 96 92 یعنی اول بعد 90 رو بگی بعد 6 رو بگی. 92 96 6 تموم شد.
پس اعداد خورده بچه ها الان چقدر شد؟ خداییش 10 دقیقه فکر کنم شد. اصلا یه ربع. آقا اصلا 1 ساعت توی 10 دقیقه یه ربع از 0 تا 99 من یاد گرفتم. 99 میشه چی؟ بگو سریع، از حفظ باید بگی. 99 دیگه نمیخوام پای تخته بنویسم. دیگه باید حفظ بگم من. 99 90 90 99 99 تموم شد. 53 53 50 53 53 66 60 66 66 بسیار هم عالی. بچه ها این تخته از 0 تا 99 به من یاد میده. خب بریم سریع سراغ اعداد 3 و 4 رقمی. خب بچه ها توی اعداد 3 رقمی 100 200 300 400 الی آخر. یادت باشه یه نکته بگم، قاعده رو ببندم. 2 تا 0 رو میگم 100. فارسیش هم برات می نویسم، قصه نخور. 100 100 100 10 بار دیگه تلفظش کن، ارزششو داره. 2 تا 0 100 2 تا 0 100. خب برای 100 نگو 100. به خدا اشتباهه. میدونم به هممون یاد دادن 100 ولی اشتباهه. به جاش بگو 100. چرا شرفی؟ چرا اشتباهه؟ البته بذار من حرفمو اصلاح بکنم. اشتباه نیست، خوب نیست. بچه ها وان اینی که دورش دایره کشیدم میشه 1. 100 هم 2 تا 0 یعنی 100. 100. الان مثلا تو میخوای بری از یه نفر پول قرض بگیری، مثلا از بابایی، چه میدونم همسری، کس، مثلا میگی عزیزم بابا ماما 100 تومان پول میدی؟ یه دونه پشت دستی میخوری. خب 100 که نمیگی که 100 100 100. خب پس چیزی به اسم 100 من تو مکالمه به کار نمیبرم. 100. حالا بالاتر که میرم 2 میشه چی؟ 2. 2 تا 0 میشه چی؟ 100. مرسی 200. به والله که سخت نیست. 3 میشه چی؟ 3. 2 تا 0 میشه چی؟ 100. مرسی 300. همین. به همین خوشگلی و سادگی. 4 میشه چی؟ 4. 2 تا 0 100 400. باز دوباره به همین راحتی. برو تا آخر. 500 5 5 2 تا 0 100 500. 600 6 6 2 تا 0 100 600. با همین سیستم من میرم جلو. حالا اگر اینجا به خورده بخورم چی کار میکنم؟ مثلا داشته باشم 276. دوباره آقا من عشق کردم بازی ریاضی بکنم. بریم. 276 یه 200 تا رفته، یه 70 تا رفته جلو، یه 6 تا رفته، درسته؟ یه 200 تا رفته، یه 70 تا، یه 6 تا شده 276. خب 200 چی گفتم؟ گفتم 200 دیگه، درسته؟ گفتم دوش میشه 2 تا صفرش میشه 100. خب 200 70 چی بگم؟ بود 70 یا 70. 6 چی بگم؟ 6. تموم شد. همین رو سر هم بخون. 276 276 276. به همین راحتی. به همین راحتی. حالا مدرسه میاد میگه آقا یه اندم اینجا بذار. من شرفی میگم نذاشتی هم فدا سرت. هیچش تو مکالمه اشکال نداره. تو مکالمه اشکال نداره. بریم عدد بعدی.
978. میخوام یه لحظه استوب بکنی، خودت انجامش بدی. استوب بکن خودت انجامش بده. اوکی شد؟ نوشتی؟ بریم. دوباره بازی ریاضی. یه 900 تا، یه 70 تا، یه 80. 900 9 دوتا صفره یعنی 900. 9 دوتا صفره 900. 70 دوباره 70 یا 70. 8 هم میشد 8. 978. 978. اندم نمیذارم، نمیگم 970. الکن بابا، حالا صداش کی داره. 978. تموم شد به همین راحتی. چرا میگم حوصله‌شو کی داره؟ از سر تنبلی نیستا بچه. ما توی زبان فارسیمون هم همینطوری. مثلا شاید شنیده باشین عبارتی میگه آقا یه 2 تومن برام میزنی. این 2 تومن یعنی چی؟ میشه یکی بهم بگه؟ 2000 تومن، 2 میلیون تومن، 2 میلیارد تومن. یا حتی بعضی همینم خلاصه میکن. یه دویی داری بدی. دویی حالا بسته به قشرهای جامعه، یکی منظورش 2000 تومنه، یکی منظورش 2 میلیون، یکی منظورش 2 میلیارد. اوکی، پس یه دویی داری یا یه 2 تومن میزنی. اگر یه فرد خارجی زبان بخواد فارسی یاد بگیره، خب بدبخت گیج شده که آقا یعنی چی میگن یه 2 بزن، یه تو بده، یه 2 بده، یعنی چی؟ پس منظورمون اینه ما توی هر زبانی توی مکالمش میایم از در واقع محاوره استفاده میکنیم و میایم ساده ترش میکنیم برای خودمون. پس این مسئله رو خیلی بهش بپردازین چون بسیار بسیار مهمه. خب این از 3 رقمی ما بودش. بریم سراغ 4 رقمی. خب ما اینجا از طاها جان عزیز بعد بخوایم که یه صفحه به ما بده. کجا بریم آقا؟ ما خیلی برای طاها زحمت داریم، همیشه لطف میکنه، هوای ما رو داره. آقا دم شما گرم، خیلی ممنونم ازت. خب بچه ها، پس ما توی در واقع این مبحث اعداد 3 رقمی رو یاد گرفتیم و فهمیدیم که از چه قراره، داستانش چیه. حالا بریم سراغ اعداد 4 رقمی. بسیار همالی. خب بچه ها، توی 4 رقمی اوکی یا 3 تا 0 عبارت 1000 رو داریم. 1000. این یه ذره ممکنه یادت بره، تکرارش کن، بنویسش. 1000. 1000 میگیم 1000 یا 1000. خب اعداد 4 رقمی چی؟ 1000، 2000، 3000، 4000 تا آخر. خب دوباره همون سیستم قبل. نگاه کن، بذار من بیارم صفحه قبلو. همون سیستم. گفتم 100 نگو، اشتباه، حال نمی کنم باهاش. 100 کی میگه آخه تو این دور زمونه؟ همه میگن 100 دیگه، میگن 100. با همون سیستم میرم جلو. برای 1000 دیگه نمیگم 1000، اشتباهه، 1000. خب دانش آموز گل و عزیز، بقیه هم خب عین همون 100. بقیه هم عین همون 100 گفته میشه. 2 میشه 2. 3 تا 0 میشه 1000. 2000. 3000. 3. 3 تا 0 1000. 3000. 4000. 4000. 5000. 6000. 7000. همینجوری برو تا 9000. 9 3 تا 0 9000. خورده اینو چی کار بکنم آقا؟ مثلا 2763. یه قانون بهت یاد میدم. قانون یکی دوتایی. قانون یکی دوتایی. چی میگه این قانون؟ عذرخواهی میکنم. قانون 2 تا 2 تایی.
چی میگه این قانون؟ میگه که دوتا رو بنویس، دوتا رو بنویس. 27 همون 20 به علاوه 7، 63 همون 60 به علاوه 3، 20 به علاوه 7 20 20، 7 7، 60 به علاوه 3 60، 3 میشه 3. تموم شده. 2763 قلیل تلفظ کنم 2763 2763 به همین راحتی. مدرسه میاد یه قانون خیلی سفت و سخت و طولانی یاد میده. میاد بگو 2763 سخته طولانی تو مخ گروه باباش. من خوشم نمیاد. 2763 ولش کن. 2763 به همین راحتی. دوتایی بریم دوتایی بعدی رو حساب بکنیم. چی بهتون یاد دادم؟ اول ویدیو گفتم تا 9999 رو بهت یاد میدم. درسته؟ بله. 99 دوتا، 99 بعدی هم دوتا. 90 به علاوه 9 99، اون برم 90 به علاوه 9 99 میشه 99. تموم شد. یه نکته فقط، یه نکته ریز، مکس نکن. مکس ممنوع. Don't pause. مکس نکن، استوب نکن. یعنی چی؟ یعنی نگو مثلا 99 اینطوری عدد اینطوری خونده میشه 99. اوکی؟ عددت این شکلی خونده میشه. مکس نکن. 99 2763. اوکی؟ خب یه دوره بکنیم، 2-3 تا عدد یاد بگیریم، یعنی تمرین بکنیم و تمام. خب پس ما از ابتدا حروف الفبا رو رفتیم جلو، بعد اومدیم سراغ رنگ ها و تیر و روشنش و بعد رفتیم سراغ اعداد. اعداد از 0 تا 13 رو گفتم جدا یاد بگیر، بقیهش دیگه قلق داره. 0 تا 13 رو حفظ کن، بقیهش با من. رفتیم دیگه تا 9999 رو رفتیم. 0 بود 0. دیدی نوشابه 0 میگیری یعنی قندش مثلا 0. حالا بعید میدونم 0 باشه. 0 یعنی 0. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 رو نگو 11. اشتباه. 11 ما نداریم. 11 12 13. بسیار هم عالی. خب گفتیم آقا 14 تا 19 رو اینطوری یاد بگیر. چجوری؟ 4 میشد، بذار من دورش خط بکشم. 4 میشد 4، 14 میشه 14، 40 میشه 40. درست؟ 5 میشه 5، 15 میشه 15، 50 میشه 50. با همین سیستم این 14 15 16 رو آخرش تین گذاشتیم، این 40 50 60 70 رو آخرش تی گذاشتیم. قانونمون این بود. 20 هم گفتیم 20، 30 هم گفتیم 30. که گفتیم 20 رو میتونه بگی 20، خوشگل تره. بگم 20 اشتباهی؟ نه، به خدا اشتباه نیست، ولی بگو 20 خوشگل تره. 20. خب اینور 40 رو بگو 40، 70 رو بگو 70، 80 هم بگو 80. حالا خورده دارن، بیا بازی ریاضی کن، تجزیهش کن. مثلا 66 چه بگو؟ 60 به علاوه 6 66. مثلا 45 رو بگو 40 به علاوه 5 40 که میشه 40، 5 هم میشه 5 45. خب بعد رفتیم سراغ اعداد 3 رقمی. گفتیم آقا 3 رقمی 100 200 300 400 500 و بیا اینطوری بگو. 2 تا 0 یا اون 100 رو در نظر بگیر. 100 همیشه برو جلو تا آخرش. فقط 100 که ما نمیگیم 100، میگیم 100. این داستان ا چیه بهش میرسیم تو درس بعدی. ا مفرد سازه، بهش میرسم، نگران نباش. فقط بدون ا همون وانه، اینو بدون. ا همون وانه، یک تنها مفرد. اینو تو ذهنت داشته باش. خب 100. حالا 200 2 تا 0 200. 300 3 3 2 تا 0 100. تموم شد. 300 300. 800 800. 900 900.
خورده هاشم گفتم بیا تجزیه کن. 276 یه 200 تا رفته یعنی یه 200، یه 70 تا رفته یعنی یه 70، یه 6 تا رفته یعنی 6 276. خب و در آخر توی بحث 4 رقمی ها گفتم 4 رقمی یه ذره شاید تلفظش یه ذره سخت و توماخی باشه، میگیم 1000 1000 1000 سه تا صفر 1000. خب 8000 8000 9000 9 سه تا صفر 9000 10000 10 سه تا صفر دیگه 10000 11000 11000. به همین راحتی میریم جلو. اوکی. قانون سختی نیست، نکته سختی نداره. حالا به اون هزار و میلیون و میلیارد میرسیم تو درسای آیندمون حتما. خب خورده های اینم گفتم با قانون دو تا دوتایی 27 63 27 63 مکسم نکن. تمام. اعداد رو برات جا انداختم، تمرین و تکرار یادت نره. یه 4-5 تا عددم خودمون بنویسیم و درس امروز رو به پایان برسونیم انشاءالله. خب بچه این اعداد رو حالت هم تمرین در نظر بگیرید هم جزوی از درس. یعنی که چند تا نوشتم؟ 2 تا 4 تا 6 تا 8 تا 9 تا عدد نوشتم. این 9 تا عدد رو یک بار ویدیو رو استاپش بکن، تمرینش بکن و ببین که آیا درست میگی یا نه. بعد ویدیو رو پلی کن ببین با اون چیزی که من تلفظ میکنم همخونی داره یا نه. انشالله که 9 از 9 درستی یا. خب استاپ کردی دانش آموز عزیز؟ بررسی کردی؟ بریم سراغش. 7 7 مرسی 7 11 گفتم چی؟ 11 18 تین میگرفت آخرش سن تینیجری و نوجوانیه 8 میشد 8 18 میشه 18 90 تی میگرفت آخرش 9 این ور رو نگاه میکردم 9 میشد 9 تی مرسی 400 یه 4 یه 4 علاوه 2 تا 0 100 اینجا 7000 هم همینه یه 7 7 علاوه 3 تا 0 7000 بریم خورده هاش. 893 یه 800 تا رفته 800 یه 93 تا 93 476 یه 400 تا رفته 400 یه 400 تا 4 4 100 2 تا 0 100 یه 76 تا 76 آفرین. و این عدد آخرم بیام پایین بنویسم بود 7425 دو تا دوتایی 74 74 25 25 74 25 بسیار همالی. خب این تمام درس قواعد امروز ما بود. 3 تا موضوع اصلی الفبا، اعداد و رنگ ها رو یاد گرفتیم. بچه ها فیکس فکر کنم همین الان که دارم درس رو تموم میکنم 1 ساعت شد. برای همینه میگم آموزشگاه زبان وقت تلفیه، چون کند پیش میری. بعد از سالها یک سری جملات ساده هم نتونی بگی، در حالی که کل این پکیج رو وقت بذاری انرژی صرفش بکنی یه ذره فشرده ببینی شاید در طول 3 ماه یعنی یه تابستونتو بگیره و تمام. به همین راحتی وقت بذارین تک تک نکاتی که گفتم
و نوشتم رو مرور و تمرین و تکرار داشته باشین، مطمئنم که در نهایت اتفاقی که میفته اینه که با تمرین و تکرار، با مرور مستمر و با انرژی صرف کردن برای درستون بهترین نتیجه حاصل میشه. اگر به شرط ها و شروط ها تمرین کنی، دارم میگم رو همین 9 تا عددی که نوشتم استوب نکن، ادامه بده. 100 تا عدد دیگه کار بکن، 50 تا عدد دیگه کار بکن، 5 تا عدد دیگه کار بکن. تو رو جلو میندازه از لحاظ درسی. کلماتی که گفتم اون WX0 رو 10 بار برای خودت مرور و تمرین و تکرار بکن. رنگ هایی که گفتم من با 2-3 تا رنگ ساختم: آبی تیره آبی روشن، قرمز تیره قرمز روشن، سبز تیره سبز روشن، چه میدونم بنفش و صورتی تیره بنفش و صورتی روشن. پس بیا رنگ های مختلف رو برای خود تمرین کن، یادداشت بکن، بنویس، دیکتهشون رو چک و بررسی بکن، ببین درسته یا نه. توی بحث اعداد بیا برای خودت از 0 تا 9999 که امروز با هم دیگه یاد گرفتیم و گفتم میلیون و میلیارد رو بهش خواهیم رسید، بهش خواهیم پرداخت، مثلا 1200 و فلان، به اینا میرسیم. بیا اینا رو برای خودت تمرین بکن. اوکی؟ بیا برای خودت مرور بکن و مطمئن باش با این مرور کردن پروسه آموزش برات خیلی سریع و خوب انجام میشه. دوستتون دارم، خیلی مخلصیم. وقت بذارین، سوالی داشتین ارتباط با من و مشاورین من رو فراموش نکنین. یا علی، روز بخیر.